بسم الله الرحمن الرحیم. و از جمله مسائلی که توجه بهش خیلی لازمه داشته باشیم، مخصوصا جوانان تحصیل کرده، توجه به این حقیقت که خدا قرآنی در اختیار پیغمبر اسلام گذاشته که هر چه زمان پیش می رود مسائل تازه‌ای از این قرآن کشف میشه که در سابق نبوده. یعنی پا به پای زمان قرآن مجید پیش میره. حالا من یکی دو نمونه رو از آیات قرآن خدمت شما عرض کنم. اخیراً من یه نوشته دیدم، چیز جالبی درش بود. هر چه زمان میگذرد از قرآن یه چیز تازه‌ای کشف میشه. یه پروفسور سنی، اهل سنت، اما تحصیلات امروزیش در حد پروفسور، نوشته بود من عقیده دارم سجده رو بر همین خاک و مهر کرد و من از عقیده اهل سنت در این کار جدا شدم، مثل شیعه ها میخوام نماز بخونم. چرا؟ برای اینکه در آیه 29 سوره فتح وقتی که قرآن توصیف صفات برجسته اصحاب پیغمبر اسلام میکنه، میگه سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، آثار سجده تو پیشانشون پیداست. شما اگر مانند اهل سنت 10 سالم رو فرش سجده کنید اثری پیدا نمیشه. اونا رو فرش سجده میکنن، 10 سالم شما رو این قالی سجده کنید اثری نداره. معلومه رو چیزی سجده میکردن اصحاب پیغمبر که اثرش تو پیشانی میمونده، روی خاک و سنگ و مثل مهر ما سیماهم فی وجوههم من اثر سجود. این یکی از صفات اصحاب پیغمبره. من دیدم این دانشمند اهل سنت یه چیز تازه‌ای از این آیه 29 سوره فتح در آورده که ما تا به حال غافل بودیم. قرآن مجید هر چی پیش میره مسائل تازه‌ای کشف میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.